السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روبرو که دیده میشه گنبد سبز زیر از قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه و زائرین از باب السلام که دروازه نمبر 1 مسجد نبوی است وارد میشن، به رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام میدهند و باز به ابوبکر صدیق و باز به عمر رضی الله عنهما. البته طریقه سلام دادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم است که وقتی که انسان داخل میشه السلام علیک یا رسول الله و السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، به همی اکتفا کنه کفایت میکنه و اگر درود هم بفرستد به رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بعضی الفاظ دیگری در سلام خلفا اضافه شده، السلام علیک یا ابا بکر خلیفة رسول الله، السلام علیک یا عمر خلیفة رسول الله، امثال از اینها. یا عام دعای قبرستان اگر میخواند هم درست است که الفاظای مختلفی داره، از جمله السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. البته کسی که اینجا میایه نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای سلام دادن استاد میشه، فقط سلام میده و باز میگرده. در اینجا انسان نباید که دعا بکنه و همچنان زیاد استاد شوه، یعنی دعا به خاطر خود. اگر دعا هم میکنه رو را به طرف قبله بگیره و به این عقیده نبوده باشه که دعا در نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت خاصی داره، برتری خاصی داره و دعا در اینجا قبول میشه، به عقیده نبوده باشه. اگر عام دعا میکنه رو را به طرف قبله بگیره و زیارت کردن قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصوص کسایی که در مدینه هستند، هم از صحابه کرام ثبوت نداره. گاهی صحابه کرام آمده زیارت میکردن، به خصوص ابن عمر رضی الله عنه وقتی که از سفر می آمدن یا اینکه به سفر می رفتن می آمدن زیارت میکردن و همچنان بعضی صحابه دیگری هم ثابت است. لکن ایتو همیش در روز یک مرتبه، در 2 روز بعد همیش بیان اینجا، اگر بیاین سلام بتن، این رقمی از صحابه کرام و از علمای بزرگ ثبوتی نداره. البته قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زیارتش مانند زیارت قبرستان های دیگری است که مقصد از زیارت قبر اینجا پند گرفتن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن كنت نهیتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکركم الاخره. ما شما را زیارت قبرستان در ابتدا منع کردم، باز امر کردم که زیارت کنین، الا فزوروها، امر کردن که زیارت کنین. شما چرا؟ زیارت قبرستان یادی آخرت برای انسان میاره. کسایی که به خصوص از آخرت غافل هستند و دنیا و اموال دنیا و همچنان فرزندان و چیزا اینها را مشغول ساخته، گاهی سر به قبرستان بزنن و ببینن که اینها هم مردمی بودن، بعضی ها سرمایه و زندگی داشتن، بعضی ها صاحب فضیلت بودن، علما بودن، بعضی ها حتی پیامبرا بودن. اینها هم یک روزی به وقتشان زیر خاک رفتن و ما هم می رویم و موعدی ما آمد، ما هم زیر خاک می رویم. اگر در نصیب ما بوده باشه، اگر نصیب ما دریا بوده باشه یا جای دیگری باشه و بدتر از است. خب اگر نصیب قبر بوده باشه، باز یک روزی هم ما در اینجا جایمان است و زیر خاک می رویم. باید انسان یعنی زیاد یاد آخرت، به خصوص داخل قبر چه حالتی به سر از می آید، اعمال خوبی داره یا نداره و بعد از قبر
که انسان حشر میشه، باز موقف های بعدی دیگری همه گیره یاد آخرت زیاد به یاد بیاره. و همچنان مقصد از زیارت قبرستان سلام و دعا برای مؤمنین است. سلام علیکم دار قوم مؤمنین، دی سلام است. و همچنان الفاظ بعدش و ان شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافیه. سوال عافیتی دعا برای از مؤمنین و همچنان به خود انسان است. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. هم دعا برای قبرستان برای میت است. و همچنان اگر الفاظهای دیگری استعمال میکنه اللهم اغفر لهم وارحمهم، امثال از هر دعایی که برای مغفرتی از اینها بوده باشه. البته دعای شخصی در اینجا نمیکنه زیاد، یعنی به خودش دعا بکنه و اعتقاد داشته باشه که در اینجا دعا برام زیاد ثواب داره یا قبول میشه. و دیگر مقصد از زیارت قبرستان احیای سنت است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفتم از زیارت قبرستان، به خصوص زیارت قبرستانی بقی همیشه می رفتن، زیارت می کردن، دعا می کردن برای مؤمنین. و همچنان به قبرستان شهدا رفتن، دعا کردن در حق مسلمان ها. باید ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از زنده بکنیم و زیارت قبرستان همیشه که وقت پیدا میکنیم یا وقت برش برابر کنیم برای زیارت قبرستان بکنیم. الله تعالی توفیق بدهد.